امن‌ترین خودروی جهان که وقتی سوارش میشی انگار یه بادیگارد تو ماشین داری. شاهکار دست مهندسین سوئدی ولوو XC90 مجهز به هوش مصنوعی بسیار پیشرفته است که حین رانندگی با 16 حسگر، 8 دوربین و 5 رادار قدرتمند جاده رو به دقت رصد میکنه و مثل یک کمک راننده حرفه‌ای عمل میکنه. میتونه سرعت خودش رو تنظیم کنه، توی لاین بمونه و فاصله‌اش رو با ماشین جلویی کنترل کنه و اگه خطری حس کنه خودش ترمز میکنه. یه سیستم عجیب خواب‌آلودگی راننده هم داره که اگه حس کنه تمرکز ندارید و خسته‌اید کمربندا رو سفت میکنه. شروع میکنه به بوق زدن و بهتون هشدار میده و نزدیکترین کافه یا هتل رو روی نقشه بهتون پیشنهاد میده. حتی اگه خدایی نکرده پشت این ماشین بیهوش هم بشین، هوش مصنوعی ماشین رو به آرومی به لاینای کناری هدایت و متوقف میکنه. با اورژانس تماس میگیره و لوکیشن رو براشون میفرسته و درهای ماشین رو باز میکنه تا کمک از راه برسه. جالبه بدونید یه بار توی تست تصادف یه کامیون پر از آجر روی این ماشین چپ میکنه ولی آخ هم نمیگه. قیمت این ماشین تو بازار جهانی به پول ما چیزی حدود 4 میلیارد تومنه. حالا به نظرتون با وضعیت جاده ها و رانندگی تو ایران این خودرو انتخاب مناسبی برای ما هست؟